سلام و درود به خدمت شما بیننده‌های عزیز کانال یوتیوب زیبایی‌های افغانستان. امروز به ولسوالی زیبای ادرسکن آمدیم، به یک قشلاق بسیار جای تاریخی، جای دیدنی از شمول همی مکانی که پشت سر مانه. این منطقه به نام چل دختر، شما نگاه کنیم یک ستونی به قدرت خدا که بیشتر از 20-25 متر ارتفاع داره و یک دونه سنگ هم که از تون بگیم از هزاران تون بیشترتر و از نزدیک میته این غل زده از این منطقه فکر کنم همیته بیامده به قدرت خدای پاک همیته به سر جا خوب بست داده که مردم اینجا به روی ازی بالا میشم و به زیر ازی میشینم به سایه. خب این بسیار یک جای دیدنی تاریخی، مردم مالدارنشین اینجا زندگی میکنن، بسیار یک زندگی محلی دارم. میرین که می رسم رواج، می کاربار، می عنعنات از این مکان به تصویر کشیم. شما دوستایی که به کشورهای خارجیم حتما از این ادرسکن هستیم. اسم از این قشلاق میفهمین چیه؟ به نام قشلاق خلچون یاد میشه. نفوس زیادی داره، چر دوبر ما همه مردم به سر کوه و غیر کوه و داخل دره زندگی میکنه. همراه ما باشیم. سلام علیکم، وندنا باشیم کاکا. بیشتر هستیم کاکا جان. اول شما خوبه؟ وندنا باشیم. جان باش. مریض خسته کنیم. خدای پاک شفای بده این دونه شما نه کاکا؟ نه دیکندار ما همینجوش. خود دیکندار که فعلا شما نیم. خاطر همینجوش خاطر صاحب. خب کاکا جان میشه اسم شریف خودم با ما بگیم؟ اسم شما چیه؟ اسم خاک مهدیزی. خب چند سال هستیم؟ 90. نام خدا. بعد منطقه شما از شما بزرگتر هم هستم کلوتر؟ برار ما هست. برار شما؟ برار 120 سال برار. نام خدا همالی هستم همینجا؟ اینجا با کال سرخ. با کال سرخه. خب کاکا جان این دونار من چند میدیم؟ ما چند دیگه دیکندار های دیگه. شما شاگردیم اینجی؟ نه. خب کاکا جان با منطقه شما اسم منطقه شما چیه؟ غلی خرچون. خرچون. خب کاکا بومی همی منطقه ایم؟ ها؟ اصلی خوازمین جیم؟ اصلی خوازمین جیم. خب کاکا جو گپ بزنیم وقتی که شما پدر شما زن دادم بیاد شما هسته که چند پیشکش بود؟ چنده بود؟ 70,000. 70,000 که پول حال چند میشه؟ پول حال که خیلی میشه به 6 لک میرسه. پول حال به 6 لک میرسه؟ خب یک خانم داریم بدشون خدا بگیرفته 25 سال میشه که بگیرفته. خب یکی داشتیم؟ یکی داشتیم. خدا بیامه. چند اولاد دارین کاکا؟ اولاد هم بدشتیم 2 تا دختر بود 2 پسر بود. 2 پسر که خدا اونا رو هم بگیریم. خدا بیامه. دخترها هستن؟ دخترها. خب دومادا شما رو جمع میکنم؟ برام جمع میکنم. کمک چیز هم میکنم خود شما؟ نه اونو چی داره؟ چی داره غیر با ادرسکن چی داره که با کمک کنه کاکا؟ راست میگیم. سعادتمند باشین کاکا جو، خوشحال شدیم از دیدن شما. بسیار تشکر از شما. زنده باشین. چاشت خود ما نمیریم؟ نه سلامت باشین کاکا، تیار باشین.
سلام علیکم. مونده نباشید. علیکم السلام. زنده باشید. یارو خوش کاکا خوبیم. سلامت باشید. اشتاستین که بیاین چریت پس میریم شما. بچا شلوغ نکنین خیر بینیم. خب کجا بودیم؟ ما سر دره و شفتالا بودم. خب برای گوسفندا میبریم. برای گوسفندا میبریم. چند تا گوسفند داره؟ 10 تا گوسفند داره. 10 دانه. گاو و چیزی هم داره؟ یک گوی هم داره. خب گزارش زندگی میشه؟ خدا را شکر، خدا راضی. الهی شکر. خب چند زمین داریم؟ چند جریب؟ 20 منطق زمین داریم. خب جریب چند میشه؟ جریب 2 جریب زمین میشه دیگه. 2 جریب. خب 2 جریب زمین میشه. بسیار خوب. باز این منطقه شما بیشتر از حساب غذای محلی چی استفاده میکنین؟ خصوصا چاشت. چاشت ما دیگه قروتیک هسته. خب میفهمی بیشتر ما قروتیک مال داریم دیگه کو. روغن زرد. روغن زرد قروتیک که تا میدیم خب میفهمی. خب از اونا هسته دیگه. گوشت پستی هسته دیگه. اینا همه داریم دیگه خدا را شکر. دیگه چیه مثلا؟ دیگه گوشت هسته، برنج هسته. اشکانه که فوق العاده. همیشه اشکانه. خب بسیار خوب. جا تاریخی هم فکر کنه این منطقه شما داره؟ خیلی تاریخی داره. سنگ ندیدی؟ سنگ بدیدی؟ اون سنگ که چیز او به نام 40 دختره. 40 دختر. چای چیزی یا نه؟ نه همون سنگ تاریخی بمونده از وقتی که سابقه بوده، چند وقتی پیش بوده. همون سنگ همون تا بمونده دیگه. ما به نام 40 دختر میگیم. خب چرا 40 دختر میگم این؟ دیگه ما که کلونا میگه وقتی که او زمانا که بیام بوده زمانا که پاک و پاکیزه بوده مردم. مثالی مثلا نبوده که اون موقع که بیام گفتم اینا 40 دختر بوده. اینا سرم چیز رو اینا لباس میشیشته. اینا وقتی که روس آمدی بوده، انگلیس آمدی بوده، کدو زمان بوده. وقتی که بیام بوده که به اینا تجاوز چیزی بکنه، اینا خدا بندی متال سنگ که چی کار شده نمیجا اینا 40 تا دختر سنگی شد. حالا مستنگا انا سنگ هست که بیری که ایران میبینی دیگه. خب ان شاء الله خدا بیننده حتما اونجا ان شاء الله. خب بسیار خوب، خوشحال شدیم دیدن شما. تشکر، زنده باشی. همین برادرایی که به کنار مانم کی بلده 4 بیتی بخونه؟ همین بلده. من بلدم. من مادی وقت بلده. شما بلده؟ مادی وقت بلده. چک چک به افتخارم لالا بره. بخونه. همین جواب خراب کرد. ما این سبستار بگذار. مونده نباشی. سلامت باشی. میگم سبستار بگذاری که مونده نباشی. من سبستار هم گوش شما را خراب. بخونیم. بچه‌ها کمک شد. مسی گل گلای باشی بی جو پران مدلی نای باشی بی جو خورات هر کو که بریم ماماری چی بام ماشین جلو ای باشی بی جو آخ نفاجو آفرین. چهار محلم بگشتم سر به مثل تو ندیدم جانی دلبر تزر به تو کرم چه ولی بعد به چادر تو منه دارم برابر آخ نفجوه بس یادگم بگو. بسیار تشکر از شما. خیلی زنده باش. شفتالا به کسی بگو. چک چک به افتخار اینا. زنده باش. به خاطر که مونده. خب دیگه دوستا کی بلدن؟ 4 بیتی کی بلده؟ بیاین کاکا بیاین. برادر کایم بالا خزین خیر بینیم. بیاین کاکا جو مونده نباشه. خیر باشه بیاین دیگه. بیاین. اختلاط میکنیم نخونیم بیاین. مونده نباشه. اینجا بستیم. این بر بستیم. اول شما خوبه؟ مریض خسته کنیم. خب بچه‌ها جلوی دوربین نریم لالای گل من خیر ببینیم جلوی دوربین نریم. خب میشه نام شریف خودم بگیم؟ محمدی واس. خب از این منطقه؟ بله ها. خب چقدر نفوس اینجا زندگی میکنه؟ زیاده. حدوداً معلوم نیست به شما؟ نه بخوره چند 500 نفوس. 500 خونه. 500 نفر شما مال بچه برمانه. خب کاکا جو چی کاروبار داریم؟ هیچ کار باریم بیکاریم؟ آها، ملک چیزی نداریم؟ زمین کم زمینه. آدرس کن مردم کم. دستیاره داریم؟ بله ها. خب گزارش زندگی میشه؟ شکر خوبه. چند سال هستیم؟ 50. بله. متعلم یا خانه‌دار؟ خانه‌دار. چند سال میشه؟ 23 سال. 23 سال میشه عروسی کردی؟ بله. چرا دیر؟ دیگه مردم افغانستان پول نداره زن بگیره. مردم افغانستان پول مگر نداشته باشه آدم مگر به 100 سالگی زن بگیره. دیگه 100 سالگی زن. خب بچه‌ها شما اینجا
نه به ایرانه. چند پسر به ایرانه؟ 2 تا. خب اما شما رو میبینم به اینا یک سلام میرایی نمیکنی؟ نه دیگه ولی سلام چیگان یک خیمی خوده. یا مردم بچه های شما را مال میبینم سلام میرسن شد بسیار از قلعه خرچون. به کی سلام میگیم؟ به همه تمام. نه به خالی تو. خوشحال شد یک چهار بیتی بخوره. 4 بیتی بلد نیستم. چی بلدی؟ حساب کن یک چیزی که یک ربعی بخونه. بلد نیستم که بخونم. ربعی هم بلد نی؟ نه به خدا هیچ. نون خوردن بلدی؟ نون خورده فقط بلدم. خب بسیار خوب. دوستای نازنین ما به اروسولی ادرسکانیم. بسیار یک جای زیبای دیدنی طوری که لالا پیشتر بگفتم امو کو پشت سر ما باز انشالله میریم دیدن میکنیم. بسیار جالبه. 15 متری که قطع میشه مو 40 میریم. بسیار جای زیبای دیدنی همراه ما باشیم. 1 ساعت داخل از این قشلاق هستیم. بسیار جای خوب و برابر مردم زندگی های محلی دارم همراه ما باشیم. عجب جای داریم کاکا. همو کونجگاه به نام چیه؟ به نام سنگر. سنگر. بله. خب او هم که به نام 40 دختره. نام 40 دختر. خب کاکایت روزی شده باشه که خود شما یک فلاکس چای انور داشتیم برفتیم بزیریم کپچ چای خوردیم. ما به همونجا پیره میکنیم یک وقتی انقلاب بود. خب زمان روسا. بسیار خوب بسیار خوب. کاکا بیشتر مردم به می منطقه شما خصوصا به می قشلاقی که هستیم چی کاربار دارم چه کار میکنم؟ چی مردم کارگرم غیر همه کشت و کار گندم و جویری و همه چیزا دارن. همه کارگرم میرن به کارگری به ایران به فرا به هیرات. خب بسیار خوب. کمکی عقب بریم شما خیر بینید. کاکا جان خود شما شخصی از خود چند جریب زمین داریم چند باغ داریم؟ باغ به این منطقه ندارم. کوه دارم یک باغی. اشته برعکس جایی که سرسبزی باغ نیه با شله ها ما چشمه داریم اونجا داریم. بله خب باغات ما هم به اطراف دیگه. خب بسیار خوب. میشه کارمندی است باغی که داریم یا زمینی که داریم؟ خوبه گزاره میشه. چند ساله کاکا هستیم؟ 57 58 متست. خب رسم رواج عروسی ها شما به مثل قدیمه که شوروا بود یا نه مثل شوروا گم شد آلی کاکا. کجا رفته؟ به خدا ما خارجی ها بردم. عروسی شما چی بود کاکا غذایی؟ عروسی ما شوروا بود. چند سال پیش؟ تقریبا سال 68 بود. 68. خب بسیار خوب. پیشکش کبیات شما نه؟ ما موخی بودیم. موخی بودیم. خب چند برادرین؟ ما 2 برادر. خب برادرگی شما هستن؟ بله. اجاقایات دارم؟ نه خدا ببخشه. خداوند بیامرزه. بسیار خوب. اجی کاکا اگر از شما همین گوشی ها چینه خورم قطع کنیم اگه زنگ میآید. اجی کاکا اگر از شما خواهش کنم فکر کنین که عروسی برادرزاده شما یا بچه شما نه بگم کاکا مگرم به می جلو و می عروستوماد یک ربعی بگم حاضریم؟ ما خوربای گوه ما سوایه. و کینم شما معرفی کنیم مکنم میشناسیم. اونی ما اول بگفتم اونا بخوندن خوب 4 بیتی خوندن. یک ربعی بگیم کاکا. ما یاد ندارم. کی از برادرها کی بچه جوانا کی بلد یک 4 بیتی یا ربعی بخونه؟ دوستا عارف جان بیاین لالا بیاین. ربعی کی بلده؟ خب عبدالله چی شد عبدالله؟ کی؟ بیاین. ملنگ ما خوب میخونده. کجایم؟ خب دوستا با شما کم بالا خدیم با شما از این جوانان پرسان کنین که اینجا مکتب هست درس میخونم مونده نباشید. سلامت. اول خوبه؟ زنده باشی. خب اسم شما؟ نوید. خب نوید جان درس هم میخونی؟ نه میخوندم ولی نه. تو صنف چند رفتیم؟ 7. چرا نرفتیم دیگه؟ رفتیم به ایران دیگه نشد دیگه. خب به نظر شما
درس بیتره یا کارگری مردم؟ حالا که به ایران که برفتیم بفهمیدیم درس بیتره. خب همالی هم که شما 100 سال نگذشته دیگه مزه نداره درس خوندن. مزه نداره. خب اگه چرا درس میخوندین؟ چرا 7 سال یا 6 سال یا کمتر بیشتر؟ خب اون وقت دیگه نیم فهمیدیم ما روی میکرد پیار ما اینا دیگه حال کن. نه شما گپ من نمیرسید. من میگم پیار شما یعنی شما رو به زور رای میکردن؟ نه دیگه. خب چرا درس میخوندی؟ میخوندی که به یک جای برسی. خب مثلا چه کاره بشی؟ یا دکتری یا انجینری یا چیزی که نشد دیگه. یا سامان حسابی نشدی. خب چند سال هستین؟ 18. 18. بله. مجردین؟ چند ساله؟ 18 سال میشه دیگه. تا حالا پیشنهاد به پدر مادر دادین که شما نامزد نه ندادم. نداده ما. کسب چیزی هم یاد گرفتین؟ کس چه کاره؟ چی مثلا چی کس باشه که تو فرغون رنگ دین؟ فرغون ها دیگه فرغون خیلی رنگ میدم. نه شغل چیزی بلدی؟ چه کاره؟ من هر کاری که بگی بلدم. خب نه به یک کسب برقی برنا مستری. خب الهی شکر الهی شکر. خوشحال شدیم از دیدن شما. خب مانده نباشیم لالا. سلامت باشید. اول شما خوبه؟ شکر. کما که قدم زنیم خود شما بریم بچه خود برای ما جلوی دوربین نرین خیلی ببینیم. تشکر از شما. خب نام شریف خود با ما بگیم. میرویس. خب از این منطقه ایم؟ بله از این. چه کار میکنیم؟ همیشه به مکتب معلم. خب معلم صاحبیم. بسیار خوب. شاگرداشتنه به وقتی که شما درس میخوندیم مکتب میرفتیم به مو شکلم یا نه این هر کدوم برای مجم؟ نه به اون شکل حال کنه بیتره دیگه. خب چی بیتری داره؟ بیتره دیگه حال شاگردا بیتر میفهمه مردم حال بیتر. برف شما هستن؟ هستن. خب یک شاگردی شده باشه که شما مثال یک روز غیر حاضری کرده یا مثلا درس خود بلد نبودی یا دیگه کاری یک شلاق شما بزدیم یا پدر یا مادر بیامده دست رو بگرفته بیرون نه کرد؟ انشالله گپانی نشده. نه. خب چند پسر داریم؟ ما یک پسر داریم مال خود. خب درس بخونه که کار شما رو بگیره قدم بگذاره به دیگه انشالله اونا دیگه رشته. دیگه رشته ها بخونم. دیگه رشته های بالاتر بخونم. خب در کنار از اینکه معلم هستیم وظیفه داریم به حساب مالداری دیگونی نه دیگه چیزی نداریم. ملک چیزی نداریم. نه. گزاری زندگی میشه؟ خب الحمدلله. چندی حقوق شما نه؟ برج هفته نیم هزار میده. خب قدیما فکر کنم کوپین هم بود حالی هم هست؟ نه حالا نیه دیگه کوپین چی نیه حالا. به هفته نیم هزار میشه گذاره؟ دیاره خوبه خدا را شکر دیگه افغانستان ازی بیشتر نیه دیگه بیشتر. ما تا شما زحمت میکشیم روز 300 حقوق داریم. بخیر باشیم بخیر باشیم سلامت باشیم. خب بیننده های عزیز بیاین که امیت دوربین خود دار بدیم پیش اجی کاکا. السلام علیکم اجی کاکا. مانده نباشیم مانده نباشیم بچه ها خیر بینین جلوی ما نیاییم. مانده نباشیم کاکا جو. خوبیم؟ اول شما خوبه؟ تیری سعدمندین؟ چیار داری؟ فضل خدا. دوستا می جلوی ما رو یلدیم خیر ببینیم. تو آدم خوبی به هر جا پیدا میشی تو. قربان شما کاکا جو. گوشی ها پیدا میشی. سلامت باشین. شما گوشی هم دارین؟ ها خب اول که نام شریف خود بگیم. نام من داوته. از این منطقه این؟ از همین منطقه ایم. همین هم خونه منه همین جا منه. خب بسیار خوب. چرا خونه ها شما کاکا اینجا بیشتر گنبتیه خونه گیلیه؟ این خونه ها چیز این خونه ها بوتنیه. این خونه ها ملک ما همیتونه. ازم قدیمه؟ ازم قدیم همیتونه ها. خب چند سال همین منطقه خود شما به می خونه قدامت داره تاریخ داره؟ اینا من 40 ساله
سندم 42 ساله. 82 سال 42 بیشتر کاکا شما ها 82 سال با خیالم اگه من میفهمم کاکای تو سند خور کم میگن که ما هم یک عروسی دیگه هم بگیرم. دیگه هم بد نیه. نه خود شما 42 دو 42 شاد باشی. درسته؟ دو 42 84 کاکا جان فکر کنم تکره هم هستیم نام خدا چند سال میشه روغن زرد نمیخوریم؟ روغن زرد؟ روغن زرد کو عمال استفاده میکنی؟ همون که استفاده میکنیم روغن زرد 3 تا 4 تا بوز دارو. خب همین 4 تا بوز میگلونو مسکیر میخورم. خب کاکا چند تا عروسی کردیم؟ من؟ عروسی کردم یکی کردم. خب فامیل شما نم یا بیگونه یا؟ نه فامیل مانه. چه کاری شما نه؟ دختر کاکا مانه. خب کاکا شما چند پیشکش گرفتم بچه کم بالا؟ 10,000 10,000 با پولا قدیم 10,000 گوسپند 500 گوسپند کاکا میگم 500 گوسپند داده بدیم. این چی عجبه که تو به شهر پیدا شدی. کاکا توان داریم که برای ما یک روایی بگیم؟ نه نمیتونی بگیم. خوندن خوب میکنه. بریم یک خوندن بکنیم. ما دارو چهار بیتی هم تو قرار. نمیتونه یا خوندن تعامل داره. وقتی که من میخوندم نه اون جگه به تای خونی خود مرسی که میگو جان مکه میخونده برای گوسفندا. راست میگی. این میگم بلدی شهر تو پیدا شدی چی عجبه. خیر بریم میرسیم به خدمت شما کاکا. وظیفه مونه میایم به هر جا دیدن دوستا برادرها. بنیندامو کاکا بنیندامو از کشورها خارج هم کمان بچه شما که این بالا خزید به کدو کشور فامیل داریم؟ فامیل با تمام کشورها افغانستان داریم. خب با تمام کشورها افغانی تیخه. نه خود شما شخصی خود بچه کاکا دوماد دیت چیزا نه ندارم. بچه داره به ایران نواسه داره به ایرانی. به ایران داره. پیار شما نه نام خدا بچه شما کاکا شما بچه خود جوانتر مونده. ما بچه شما که شوخی بیده عمال برای ما 4 بیتی خوندن خود شما من میفهم که توان نداریم. گوش بگیر دلمه همین تو تنگانیه همین دلمه یاره بابا همین درد همین درد خدا شفای بده. مونده نباشیم کاکا. اول خوبه؟ خوب شکر مرحمت. مریض خسته کنیم؟ نه شکر مرحمت. الهی شکر. اول نام شریف خور بگیم. میرفت خان. خب از این منطقه ایم؟ از این منطقه. خلچون میگم. خلچونه؟ نه قلعه خرچون. خرچون. قلعه خرچون. یعنی چی کاکا؟ این قلعه خرچون بفهمید به نام قلعه خرچون یاد میشه. میفهمم. خب بزرگان نگفتم چی بوده که ایتن اسم گذاشتم؟ نه به خدا دیگه خبر نمیگه. خب کاکا جان چند سال هستیم؟ 53 ساله. 53. چرا مستفید نشدیم؟ دیگه ایتا بود بفهمیدی ما خیلی کار نکردیم بفهمیدی که هم چنگو مالداری خوب بودیم به همین حساب بفهمیدی. یعنی دل شما شاد بوده؟ خیر بینی. رنج و خونه و نکشید؟ نه شکر مرحمت. اولادام اینجا هستم؟ نه اینجا نه دیگه جای رفتم. خب بومی همی منطقه ای؟
کاروبار شما چیه؟ مالداری داریم یا نه کشاورزی؟ کشتمندی هم داریم، مالداری هم کم کم داریم. الهی شکر الهی شکر. خب کاکا شما به ساعت او میگیم، مثال میگم زمین چند جریب از خود شخصی داره؟ خیلی زمین داره. 10 جریب زمین داریم از خود. نام خدا. باغ هم هست؟ باغ هم هست. الهی شکر الهی شکر. خب کاکا جان اگر 10 جریب زمین شما مثال میگم بخرم جریبی چندی است؟ جریب 30,000 35,000 تا به 40,000 زمین. جیری دام تخم میدین. نه من یک جریب زمین رو فکر کنیم یک نفر از شما میخره 6 دونگ به چند میدیم؟ قیمت چندیه؟ یک جریب زمین چندی ارزش اینه؟ یک جریب زمین 10 من تخمه. اور من نمیگم کاکا بفروشیم سلا. خب خوبه دیگه 10 جریب زمین داریم شکر سرمایه برابریه. خب کاکا جان از همین پیشکش ها بگین رسم رواج شما چندیه اینجا پیشکش بگیریم؟ اینجا ازم 5 لک گرفت 3 تا 4 نیم لک تا 3 نیم لک گرفت. خب 5 لک میگیرم جایزم میدم. جایزم. فکر کنم شما مردم جایزه شما با فرق میکنه کمی بیشتر چیزای با ارزشی میدین درسته؟ دیگه با حساب قیمت پول که بالا میره بفهمیدی جیز اضافه تر میشه. گلیم دستی میدیم و گلیم میدیم و ما چون ما چون چند جا سر خوردم درسته؟ بسیار خوب کاکا خوشحال شدیم از دیدن شما. سلامت بود. بینندام خیلی خوش دارم که آرستی که اینا بگفتن که برادرام تا که استادیم چوب 20 تا با افتخار کاکا یک چک چک بریم. کما کمی جور فارغ کنیم یه بری بریم. بفهمین چکه ولی چی بود؟ شاعر گفته ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من نونم مفت گردیدی تا به کرکنک جاکو. حالا ما این که بخونیم شما ما بخونیم 4 بیتی. کمک بالا خزیم بچه ها کمک بالا خزیم بسی جمعینا کمی بالا خب بریم شروع کنیم. بالا بلند به بالا مونده من آخ بلغراش کو کی سرما خورده من بغلوز کو مرا با کنجی به قلبی جان آخ که امشب در بیابان مونده من ای جان بگرهی آخ بزی موقع نبود وقت جدایی افتاده خاندان میکرد که من خم زد مثالی بدی مجنون آخ تو بام خونه بسوزی من به بیرونه آخ که هرکی ما تو رازم جدا کرد آخ به دریا غرق شو و من هم دیگرونه آخ کدو باد بود که بویی تور بیاور آخ و بار از گرد روک تو بیاور آخ ببوسیم دست پای قاصدی را آخ خبر از مرگ شوک تو بیاور بفتان میگم یاری آفرین کاکا برادرها ازی به چی لادون دیگه چی گله کنیم ما هر چی کاکا میخونم عشیقی خدا کنه که این شو مادر بچه از اینا مادر بچه ها شما همین تصویر ببینم بشنون که شما سلت کنم درسته؟ دوستان شما جلوی اون کاکا رو یلدین که ما میتونیم بتونیم از اینا تصویر بگیم. خیلی تشکر کاکا. بیاین کاکا پیش با شما میایم پیش شما کما که بالا خزین بالا خزین مانده نباشین کاکا. اول شما خوبه؟ سعدمندی؟ اصلا جمعینا بالا کنیم بچه. خب اول نام شریف خور بگیم. نسم ایدی محمد. خب از کجا هستیم؟ از امی غیری خرطوم. خب سکیلی داریم کجا ماستیم بریم؟ اینا که بارکشی میکنن نیا داریم یک گوسفندی گوی خر بخرم تا یکی کنم بیارم بفروشم. خب از کجا؟ گنج؟ از گنج از اول تزی خونه. خب شما با داخل گنج کار میکنید؟ شغل چند سال میشه؟
تقریبا 25 سال شده باشه. 25 سال. بله. خب این تا روز شده باشه که به سر یک شخص مسلمان کلا رفته باشه. همیشه وقت میگه هست. برات میگه میگردم. یار کاکا چی شما میآیید؟ ها معلوم داره که دیگه. شغل مردم هم مثلا شما کلا برفتن. با کام نه شونی ورقات کرد. دا کرد. خب فکر کنم شما هم بلدیم چهار بیتی. من نه. ربعی بلدیم. این چی بخی برای دیگه پا بخی نیو. فقط اینو بشونه بری. بچه بلد. بسیار تشکر از شما. خوشحال شدیم کاکا جو. سلامت باشین. قربان شما. بیننده‌های عزیز بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. جایی که برادرها بگفتم این منطقه به قدرت خدای پاک همین یک به شکل یک برجی میتونه بمونده. خیلی جالبتر از او که این سنگ شاید 500 تن بیشترتر وزن ازی بشه. این هم میتونه بمونده. این منطقه 40 دختره که بیشتر لالا معلومات دقیق از این منطقه میده. مونده نباشیم. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ خوبه البته بچه‌ها. لالا جان اول نام شریف خود بگی. محمد ایواز. خب این همین تو بمونده. این بیشتر بوده. این بیشتر بوده دیگه. همین چیزهای کم افتاده از بغلای افتاده بوده. خب بسیار خوب. این چیه؟ اسم ازی چیه؟ به نام 40 دختره. خب همین 40 دختر که به امونجی دافلان به کدو قسمته؟ به همین تو گویم به نام 40 دختر دیگه معلوم نیست که تو به دافل شده بوده یک رقم شده. ایبر بین چی جان اینا پس کنیم بچه. لالا گل ما گفتم این جلو ماریالا دیم پشت سر معلوم شده. خواهشونه کایم بالا خزین. خب پس زیارت اینا معلوم نیه. زیارت هم به نام یک سنگ میگم معلوم شده پای دیگه معلوم نیست که زیارت باشه نه معلوم نیست. خب بسیار خوب. خیلی جا جالب. یا ما میتونه بمونده. یا میتونه معلق مونده. خب نام خدا به قدرت الله پاکه. چرا بغلا از این بابا تلا شد نامید چرا اینجا ما هم خانه زنه. خونه چی؟ خونه خاص به خاطر که بشینم خونه ششته. خونه نشیمن. نه ندارم بسازم. و اگه مثال میگم اینجا 40 دختر اینجا دفله باشه منطقی نام اینجا باشه. خب به نظر شما کار خوبیه اینجا باشه؟ دوی اگه علیکه متوقف مونده یعنی که اینجا دفل نیست 40 تا دختر. خب سنگ کوبو شده. سنگ او باشه دیگه کار نداره دیگه. خب مزاحمت نمیکنه بیزن. بسیار خوب. خیلی جا جالبی داره. جا برابره. بعضا منطقه شما مثلا مثل از این گنبتا و مثل از اونا. بسیار خوب. چی کاروبار داریم؟ مال داری. خب چند گاو گوسفند داریم؟ ممکن داره 40 تا داشته باشن گوسفند. گزار زندگی میشه؟ تو جبری دیگه. توی مجبوریت. چرا بابا جبری؟ خب دیگه 40 تا گوسفند که ما اگه عدل بخوریم 40 تا گوسفند 6 ماه ما بره دیگه. خب گوسفندار مگرم بخوریم خوشم. گوسفند خب بفروشیم به خرج کنیم پولش دیگه. خب دیگه کاروبار نداره که مگرم گوسفندار بفروشیم همین دست فروشی گوسفند دارم داره. خب بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. بسیار تشکر. سلامت باشید. لطف کردیم برو. زنده باشیم. سلامت باشیم. بچه کمی میدان خلوت کنیم. کاکا شما مونده نباشیم. اشته هستیم. اول شما خوبه؟ بلدیم خوندن کنیم؟ نه. شما بیاین کاکا. بیایم نخونیم. بیاین کمی اختلاط کنیم. بچه کمی جلو مورد. دوستا ما بیامدیم که همین همین جا تاریخی نشون بدیم. متاسفانه کمی برادرات چردبر ما میگیرم کمی تصویر از او برای خوب نشون نمیدم. اینا نمیگذارم ما کمک بالا بچا بخواد جلو خیلی جاییه. خیلی جالبه. بیننده‌های عزیز شما نگاه کنیم. موتور رفته اونجا کمک مشکل چون بلنده. خب کاکا پیش بیاین پیش ما مونده نباشیم. سلامت باشید. اول شما خوبه؟ اول اسم خود بگید. غلام محمد. خب از این منطقه؟ بله. خب بومی همی منطقه
چه کار میکنی؟ همین کشاورزی دارم. کشاورزی. خب اینجا بیشتر چی کشت میشه؟ اینجا دیگه گندم میشه و مثلا جو و همه چه شیمیایی میشه. جو و گندم. یا شیلی ملی. شیلی هم کجا خیلی جا برابر دیدیم. بسیار. خب سال داره بسیار. 5-6 جریب زمینی. خب گزار زندگی انشالله میشه. الهی شکر الهی شکر. اولادا چه کار میکنه؟ همینجا هم یا به ایران شما؟ یعنی یک متعاونم دیگه. متعاون. خود مردم؟ نه خودمون. از خودمون بهم دست شد مقام. خب چی متعاون؟ من متعاون کردم. الهی شکر الهی شکر. خوشحال شدیم کاکا جون. سلامت. چه کار میشه یک چهار بیتی بخونیم؟ یاد نه. یک روایی بگیم. بیخی آقا. نون خورده یاد داری؟ هم تو ماز نون بخوری یاد داری. اول کو نام شریف خور بگی. خب دخترک شما نه؟ بله. خب چند تا پسر دختر داری؟ 2 تا. 2 تا. یکی دیگه پسره؟ نه دختر ازی بزرگسال. خب نام خدا. خب از شما خسور شما چند پول گرفتن؟ 5 لک. 5 لک. جایزه هم دادن؟ 200 لک. 200 لک ماما 2 لک خرید میکنن دیگه میدونم. این ماما که میگم اندازه یک فرغونی بیشتر نداره. بعضیا خسیسه زیاد نمیدن. آزار شما رو بدادم؟ نه. آزار ندادم. ایت کمکی بالا خزیم. ایت شوی شده باشه که رفته باشیم به خونی خسور خو میوه‌دانه چیزی ناوردیم شما خوشی شما از سرا بیرو کردن. نه نشده. گردن شما بند. یک چهار بیتی بخونیم. بلد نیم بخونم. یک ربعی بگی. اصلا چیزی یاد ندارم. اگه بگم اینجا چوش پلو یک نمیدونم. تو هم بلد نی؟ نه بلد نیم. خب درس بخونده؟ آره. تا صنف چند؟ 9 بود دیگه اینجا خوندم. خب چرا یله کردی مکتب؟ خب دنبال کار رفتیم بعد وقتی دیگه اقتصاد پایین میده. خب خوشحال شدیم از دیدن شما. دیگه ما خوشحال شدیم. سلامت باشیم برادرم. تشکر. دوستای خوب نازنین بینندای عزیز برنامه به سر همین تپه که به نام 40 دختره به پایان میرسه. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. دوستای خوب کانال حتما سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. ما به حمایت شما نیاز داریم. به هر جا که شما فرمایش بدیم ما به خدمت شما هستیم. ان شاء الله زودترین فرصت تمام ولایت افغانستان میریم تصویر برداری میکنیم از جای زیبای دیدنی. همراه ما باشیم. بخیر باشیم. خدا نگهدار شما تا فردا شب.